بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، همراهان همیشگی برنامه سفره دل. خدا رو شکر که فرصت دیگری هم نصیب شد تا خدمتگزار شما خوبان باشیم و این افتخار نصیب بشه تا میهمان فضای گرم خانه های شما و محافل شما هر کجای این گیتی پهناور که هستید باشیم. در برنامه امروز هم به همراه شما عزیزان درباره یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه و بسیار تلاش میکنیم تا به اون دست پیدا بکنیم صحبت خواهیم کرد. موضوعی که خیلی ها در زندگی به دنبالش هستن، به دنبالش تلاش میکنن برای دست یافتن به اون مشقت ها، غربت ها، سختی ها، سفرها و بسیاری از این موارد مشابه رو تحمل میکنن تا به این هدف، تا به این اون آرزوی همیشگی دست پیدا بکنن. خوشبختی آرزوی هر انسانی در زندگی است. هر انسانی برای دست یافتن به خوشبختی تلاش میکنه و هر انسانی برای دست یافتن به این مهم راهها و راهکارهایی داره و نظریاتی داره و احساس میکنه که اون رو به خوشبختی میرسونه. مهم اینه که همه ما انسان‌ها در راه دست یافتن به این هدف بالا تلاش میکنیم و همه به مهم بودن این هدف اتفاق نظر داریم. درباره راه‌ها و روش‌ها موضوع صحبت امروز ما خواهد بود که ما چگونه میتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم و الله رو شاکریم از اینکه همچنان جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز همراه ما هستند در فضای صمیمی و گرم مثال حق در داخل استودیو تا رویارو. من امروز همه تلفظ کلمات من قاطی شده، نمیدونم چرا. تا رو در رو، حالا اینو زیاد سختش نکنیم، تا رو در رو با هم صحبت بکنیم انشالله که این اشتباهات لفظی تکرار نشه. نمیدونم شاید به خاطر حضور جناب دکتر یکی دو تا مورد قبل از برنامه بیان کردن که حالا در خلال برنامه هم مطرح خواهد شد و این سبب شده که افسار سخن از دست بنده در بره. انشالله به این موضوعات با جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت. موضوع صحبت ما امروز خانواده خوشبخت هست. در ابتدا من عرض سلام دارم به نمایندگی از شما عزیزان، خودمون که قبلا با هم سلام علیک داشتیم داخل استودیو، خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی خیلی ممنونم از این مقدمه بسیار زیباتون و صد البته که شکایت باید ببرم خدمت بینندگان عزیز. البته عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما خوبان و امید است که همیشه خوشبخت و شادکام باشید. الان چند هفته ای است که بنده در اسارت جناب آقای سلیمانی هستم و ایشون هم دستوردار نیستن. انشالله که دیگه بتونیم شما شفاعتی کنید و هفته آینده انشالله از راه دورتر یک مقداری در خدمت شما باشیم. در هر حال در خدمت شما هستم و جناب استاد سلیمانی بفرمایید. به هر حال ما که خوشحالیم از اینکه جناب دکتر همراه ما هستن و انشالله که آرزو میکنیم به هر حال سفر پربرکتشون انشالله هر وقتی که الله تعالی صلاح میداند با خیر و خوشی انشالله تمام بشه و برگردن به فضای صمیمی و گرم خانواده و انشالله که ما سبب نشده باشیم تا خانواده محترم از ما دلخور شده باشن با آزرده خاطر. انشالله که این گونه نخواهد بود. جناب دکتر، ما وقتی که در موضوع خوشبختی صحبت میکنیم خب انسان ها متفاوتن و انسان ها هر کسی یک برداشتی داره از خوشبختی و اجازه بدید در ابتدا اصلا راجع به خود مفهوم خوشبختی صحبت بکنیم. خوشبخت کیه؟ خوشبختی اصلا یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. اگه اجازه بدید جناب استاد سلیمانی، من اصلا از شما بپرسم که آیا شما اصلا خودتون رو یک خانواده خوشبخت میدونین؟ والا قرار نشد جواب سوال منو با سوال جواب بدید، اما خب حقیقتا من احساس میکنم که یعنی وقتی به خودم نگاه میکنم و نعمتهای الله تعالی رو بر خودم میبینم، احساس میکنم خوشبختم. یعنی این برداشت شخصی منه، شاید هر کسی مثلا وقتی به زندگی خودش نگاه میکنه و دیدها متفاوت است. من احساس خوشبختی میکنم از اینکه به هر حال یعنی واقعا چیز زیبایی اشاره فرمودن جناب استاد سلیمانی وقتی که شما فرمودید که وقتی زاویه دید من دید نعمتهای خداوند بر من هست. این زاویه دید خیلی مهمه که ما به اصطلاح به هدفمون که همون خوشبختیه برسیم، چه در زندگی فردی، چه در زندگی اجتماعی، و حتی یک محیط خوشبختی رو ما داشته باشیم و پایه‌ریزی کنیم. بعضی وقتا انسان ها این زاویه دید رو اشتباه میرن، سراب میبینن، به جای آب سراب میبینن. بدین معنا که مثلا میبینیم کسی فکر میکنه که اگه نوجوانی تازه داغ شده فکر میکنه که مثلا اگه یک زن بسیار خوشگلی گیرش اومد خوشبخت میشه، یا دختر خانومی تا یه جوونی یا نوجوون به اصطلاح شیک و پولداری رو میبینه فکر میکنه اگه همچین کسی به چنگش اومد خوشبخت میشه. یا مثلا آدم پولداری رو کسی دید فکر میکنه که خیلی خوشبختی، یا فلانی نمیدونم دانشگاهش تموم شد و مدرک فلان رو گرفت پس خیلی باید آدم خوشبختی باشه. یا دید ما نسبت به اونه، فکر میکنیم که از دید ما اون انسان خوشبختیه. حالا اگه ما بریم بخزیم بریم زیر پوست همون بنده خدا، بریم تو خونش ببینیم که آقا این پول داره، این ثروتمنده، چه وضع حالی داره. بله. میبینیم که خیلی وقتاست که آدمای خیلی ثروتمند آرزوی خوشبختی رو دارن و اصلا احساسش نکردن. خیلی وقتاست که اون کسی که خانم خیلی خوشگلی داره آرزو میکنه که یه راهی پیدا کنه تا بتونه از این جهنم فرار کنه، خلاص بشه و خلاص بشه. بله. خیلی وقتاست که طرف خوش به اصطلاح زیباروست اما یه دهانی داره که دروازه جهنم از اون خیلی بهتره، بدخوه. پس این همه اون زیبایی رو به باد داد. یا مثلا کسی که منصب جایگاه اجتماعی خاصی داره، جایگاه مثلا سیاسی مهم و مرموقی داره، میبینیم که در زندگیش بوی از خوشبختی نبرده. پس این چهره دروغینی که هست، فجر کاذب، این دلیل خوشبختی نیست. میتونه در رسیدن به خوشبختی طرف رو کمک کنه. میتونه انسانی که به اصطلاح از نظر رفاه اجتماعی برخوردار است، جایگاه اجتماعی خوبی داره، میتونه بهتر و راحت‌تر به خوشبختی برسه اگه بخواد. مهم اینه که زاویه دیدش چی باشه. وقتی من خوشبختم که در حدود امکاناتی که دارم، در اون مرزهایی که من در اون هستم احساس رضایت بکنم، در کارم از کارم و از وضعم احساس رضایت بکنم، یک نوع قناعتی بر من چیره باشه، در زندگی اجتماعیم، در خانوادم، از خودم، از اون داده هایی که خداوند متعال به من داده اونا رو پررنگ ببینم. اون چیزایی که ندارم، اون چیزایی که اصلا دستم بهش نمیرسه، اونا رو اصلا بها ندم.
همینی که من چشم تو کاسه دیگران باشه چیکار کردم؟ لذت کاسه خودم رو از دست دادم. وقتی که چشم به سفره دیگران هست از سفره خودم لذت نمیبرم، چون اون رو پررنگتر میبینم. دقیقاً. واسه همینه که ما همیشه توصیه میکنیم که آقا اگر میخوایی به اصطلاح از نعمت هایی که خداوند به تو داده لذتی بیشتر ببری، به زیر دستانت نگاه کن، نه به اونایی که از تو بهترند. پس خوشبختی، البته خوشبختی با اون شادی آنی فرق میکنه. طرف صاحب بچه شد خوشحال میشه، مدرکشو گرفت خوشحال میشه، بیماری در بیمارستان داشت الحمدلله سلامت برگشت خونه خوشحال میشه. یک لحظات شاده که به اصطلاح در زندگی به وجود میاد، این بیانگر خوشبختی نیست. خوشبختی اون ریتم زندگیه، برنامه زندگی است، همیشه اون طرف در سعادت هست. یعنی میفهمید یک لحظه آنی نیست، یه چیز مستمره. لحظه آنی به وجود میاد، یه شادی هست، یه خوشی آنی. دلیل این نیست که مثلا طرف تو زندگیش خوشبخته. طرف مثلا مشکل داره، با خانمش مشکل داره، با محیط کارش مشکل داره، با وضع زندگیش مشکل داره، با سطح زندگیش مشکل داره، اما خب خبر رسید که به اصطلاح برای خواستگاری که رفته بودن موافقت شد. خب یهو شاد میشه. این شادی آنی هست. خب میگذره، بچه دار شد بعد از سالها که منتظر بود، نمیدونم حقوقش بالا رفت، درخواستی داده بود، درخواستش پذیرفته شد از جهات معنیه. همه اینا این شادیایی میاره. بله. اما این دلیل این نیست که این در زندگیش یک نوع استقرار داره و یک نوع احساس خوشبختی میکنه. پس این خوشبختی چیزی هست که به اصطلاح ما در خیلی وقتا اون رو میتونیم به دست بیاریم. یعنی اینی که به اصطلاح طرف خوشبخت خلق شده. یه ویژگی‌هایی هست در انسان که اینا رو انسان خب شاید از محیط زندگیش برمیگیره. خب اما یه چیزایی هست که میتونه اون رو کسب کنه. طرفی که الان بعضی از عزیزان خدای نکرده اگر در بین جامعه ما باشن، شاید در زندگیشون احساس خوشبختی نکنن، این شعور و احساس رو نداشته باشن. الان میتونن یاد بگیرن که این به دست آورده میشه، این رو میشه به دست آورد، کسبش کرد. یک قصه زیبایی میارن که یکی از فرزندان هارون الرشید، هارون الرشید که یک پادشاه نامداری از پادشاهان دوره عباسی هست، خب یکی از فرزندانش، خب فرزندان هارون الرشید دیگه مشخصه که دیگه در یک زندگی بچه پادشاه هستن دیگه، شاهزاده هستن، در یک زندگی مرفهی باید باشن. این بنده خدا با وجودی که زندگی مرفه داشت احساس خوشبختی نمی کرد، دنبال آدم خوشبخت بود. با وجود اینکه از دید من نوعی تمام آن اسباب‌هایی رو که من سبب خوشبختی می‌بینم در وجود اون شخص بود. دقیقاً. شاهزاده هستی. بله. چی کم داره؟ همه چی داره. با این وجود احساس خوشبختی نمی‌کرد. این بنده خدا نشسته بود و بالای به اصطلاح شرفه قصرش از دور یک فضای جنگل مانند زیبایی رو نظاره می‌کرد. دید یه چوپونی چند تا گوسفند آورده کنار رودخونه و گوسفندا میچرن و آب میخورن و خودش هم کنار به اصطلاح یه درختی لم داده و بعد یکم زور شد و آورد یه خورجینکی و بازش کرد و یه پیاز گنده‌ای رو برداشت تق زد و شکست و نون خشکی هم در آورد و از این ور پیاز و از این ور نون. گفت این شاهزاده از دور نگاه میکرد، گفت این بیچاره چه انسان بدبخت و فلاکت زده‌ای هست. اون روی اونجا در قصر پادشاهی نشسته، رو پنت هاوس من به اصطلاح در همه این نعمت ها هستن، این بیچاره رو نگاه کن. دلش به رحم اومد، گفت که من برم اینو کمکش بکنم. رفتم اونجا باش
نشست تا رسید اونجا، چوپون خنده ای زد و استقبال گرمی کرد و بفرمون سر سفره و این هم بهش نگاه میکردیم سر سفره، خجالت هم نمیگه به من میگه بیا سر سفره چی داری بیچاره؟ نون و پیاز. بعد دید که این خیلی ریلکس و خیلی به اصطلاح شاد است. نان پیاز پینک باز. بعد گفت که شما آدم خوشبخت هم دیدی تو زندگی؟ این شاهزاده از چوپون میپرسه. چوپون گفت که والله خوشبخت‌تر از من در دنیا شاید نباشه. شاهزاده نگاه کرد که این چوپونه داره هذیان میگه، چی شده؟ سر تا پای شاهزاده الان علامت سوال شده، علامت تعجب. گفت یعنی چی؟ گفت والله من خیلی آدم خوشبختی هستم، الحمدلله چند تا گوسفند به من دادن، میچرونم، کار دارم، درآمد دارم، رزق و روزی مهیاست، سلامتی هم دارم، سلامت هم هستم، زن و بچه هم هستم و دارم، همه چیز به صلاح رو به راست. اینجا بود که شاهزاده تازه میفهمید که خوشبختی در مال و ثروت نیست، خوشبختی در قصرهای پر رونق نیست، خوشبختی در نمیدونم زنهای زیبارو نیست، خوشبختی در این قناعت بزرگ هست، در این قناعتی که میاد و این انسان رو تو بغلش میگیره، تو آغوشش میگیره. وقتی انسان به این مرحله رسید، خب دیگه هم در زندگیش خوشبخته، هم در زندگی فردیش، هم در زندگی اجتماعیش احساس خوشبختی میکنه، هم از نظر اون داده هایی که خداوند بهش داده اونا رو پررنگ میبینه. وضع اقتصادی زیاد براش به اصطلاح حائز اهمیت نیست که به اصطلاح این اقتصاده که خوشبختی رو میسازه، نه، با همون چندرقازی که به دست آورده وقتی که قناعت کرد، البته قناعت به معنای به اصطلاح منفیش نیست که آقا هر چی رسید رسید، نرسید نرسید. قناعت به معنای راضی بودن و خوشنود بودن از اون چه داریم و در تلاش برای بیشتر و بهتر به دست آوردن. سقراط رو پرسیدن که به اصطلاح از رضایت و نارضایتی، گفتن که اگر من سقراط ناراضی باشم بهتر از این که حیوان راضی باشم. حیوان به همون چیزی که داره نداره با همون کفاف میکنه، در فکر بهترش نیست. اما انسانی که قناعت داره اینه که میخواد به اون چیزی که داره با اون احساس سعادت میکنه، خوشبختی رو میسازه در کلبه زندگیش و در عین حال در پی پیشرفت هست، در پی آموختن بیشتر هست، در پی به دست آوردن بیشتر هست، در پی پر رونق کردن این کلبه به اصطلاح کوچیکش بیشتر و بیشتر هست، بدون اینکه چشمش به داده های دیگران باشه. اینجاست که دیگه این خوشبختی رو میتونه در خانوادهش به عنوان میهمان همیشگی داشته باشه. خب حالا جناب دکتر، ما برای دست یافتن به همچین احساسی طبیعتاً این احساس خوشبختی کردن، آنچه که شما فرمودین، چی کمک میکنه ما رو در راه رسیدن و دست یافتن؟ چطور ما میتونیم به این احساس دست پیدا بکنیم؟ برای رسیدن به خوشبختی یه حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیاد میاد که فرمودن 4 چیز هستند که اینها علامت سعادت و خوشبختی هستند. 4 من السعاده، 4 چیز علامت خوشبختی هستند که یعنی در کسی مهیا شد ما میتونیم بگیم که این آدم یعنی اون اساسیات خوشبختی رو، اون پایه خوشبختی رو داره. فرمودن یکیش هست همسر صالح و نیکو، دیگرش خانه گشاد و راحت، خانه‌ای داره که رفت و آمدش آسون هست، نمیدونم مهمون راحته، خودش راحته، زن و بچهش توش راحت هستن، خانه گشادی هست.
و یکی دیگه همسایه نیکوکار و پاکدامن و خوب. انسانی که همسایه خوبی داره دیگه پشتش گرمه، احساس آرامش و احساس راحتی میکنه. و مورد چهارمش یه سواری راحتی داره، وسیله نقلیه خوبی داره، راحتی داره، نه یه وسیله نقلیه که هر روز پنچر و هر روز خراب و هر روز پیکان دهه 60. اگه این پیکان دهه 60 خوبی هم داشته باشه خراب نشه نعمته. اما اینی که به اصطلاح همیشه از این مثلا تو راه بمون و نمیدونم پنچر بشه و خراب بشه و از این مکانیک بوم اعصابش خورده، همیشه به اصطلاح پکره. واسه همینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اون چیزایی که احیانا فضا و محیط شادی رو به هم میزنن باعث میشه که انسان پکر بشه، انسان مثلا خورد بشه، انسان احساس راحتی نکنه، همیشه به خداوند پناه میبردن. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. خدایا بار الها منو از قرض و گوله، از نمیدونم غم و هم، از این مشکلات دور کن، چون که اینا انسان رو اون رضایت، اون خوشنودی، اون راحتی که براش هست اون رو سلب میکنن ازش. یا از دعایشون بود که اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمی، خدایا من صحت و سلامتی بده، چرا که بیماری میتونه به اصطلاح کسب خوشبختی بکنه. یا مثلا بیماری گوش، بیماری چشم، بیماری هایی که به اصطلاح رابطه انسان رو با جامعه ای که خود جامعه کمکش میکنه در رسیدن به خوشبختی، یه محیط سالم، رابطه‌شو باش قطع میکنه. کسی که مشکل تو چشش داره، کسی که مشکل تو گوشش داره، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، اللهم عافنی فی بدنی، که نتونه حرکت کنه، نتونه با در حالی که به اصطلاح خود همین بیماری هایی که احیانا میاد اینا خودش یه آزمایشه و یک ابتلای الهی است. توی همین بیماری آدمی که خودش رو سیستم خودش رو بر خوشبختی برنامه ریزی کرده، بیماری باعث نمیشه که خوشبختی از اون سلب بشه، اما نمیخواد که از جامعه‌ای که به اصطلاح به اون خوشبختی بیشتر میده، اونو شارژش میکنه، دور بشه. بیماری احیانا اون رو از این جامعه دور میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از این مورد به اصطلاح به خداوند پناه میجستن. و از مهمترین مواردی که به اصطلاح اشاره شد در این حدیث همسر صالح و نیکوست که فضای خانواده فضای خوشبختی ساز هست. یعنی اینی که مثلا یک فرصت رسیدن به خوشبختی برای یک مجرد، برای یک زن مطلقه یا مرد که طلاق گرفته یا طلاق داده شده حتی، یا برای یک به اصطلاح بیوه زن یا بیوه مرد، این به اصطلاح فرصت خیلی کمتره. چرا؟ چون که اینا در یک بحران زندگی میکنن، بحران فقدان نیم دیگر، بحران لختی و آری بودن. یه انسانی که به اصطلاح مجرد هست از نظر به اصطلاح روانشناسی مشکل داره. جمعه تو شاید یک مجردی باشه که الان احساس خوشبختی میکنه، راضی از زندگیش، خیلی احساس خوشبختی میکنه، احساس خوبی داره، امکان داره، اما این به اصطلاح درصدش خیلی پایین هست، از نوادره. چرا؟ چون که به اصطلاح این خیلی کم به وجود میاد که مثلا یک انسانی که تنها زندگی میکنه احساس خوشبختی کنه. چرا؟ چون که این نصفش نیست. انسان تکاملش با مثل دو تا آهن ربا، یکی مثبت یکی منفی، وقتی به هم میچسبن به هم میرسن، به اصطلاح دو جنس مخالف بشری همینطوری هستن. جدا کردنشون مشکله. جدا کردی یعنی باید بشکنیش. و یا مثلا همون تعبیر قرآن کریم که خداوند متعال زن و مرد رو لباس هم دیگه معرفی میکنه، فقدان یکی یعنی لخت شدن، آری شدن. خب
پس این درصدش خیلی کمه. چه وقتی این به وجود میاد؟ وقتی که اون به اصطلاح فرد تنها در یک محیط بسیار بسیار پر رونق ایمانی باشه. طرف مثلا در یک محیط کاری هست که عاشق کارش هست، عاشق اون فضاست، اون فضا تونسته ذهن و مخ اون رو اینقدر به خودش جذب کنه که به اصطلاح این قسمت به اصطلاح ناقص پر شده، پر نمیشه، اما زیاد به ذهنش نمیاد، روش فشار نمیاره. تحت شعاع قرار. خب این وقتیه که به اصطلاح این همچین حالت ها خیلی کمه، در حالی که باز درصد احساس خوشبختی کردن برای انسانی که به اصطلاح ازدواج کرده این خیلی بالاست. طبیعتا. خب یکی موردش این است که به اصطلاح تکامل پیدا کرده، از نظر شخصیتی تکامل پیدا کرده. احتمال داره خب در این تکاملش یک مشکلاتی باشه، اما این مشکلات در روند زندگی با کسب تجارب، با نمیدونم استفاده از تجربه های دیگران و دیدن نمونه های مشابه و خوشبخت، اینا بروز میشه و تغییر پیدا میکنه. واسه همینه که ما مثلا درصد خوشبختی در سالهای اول ازدواج، در روزهای اول ازدواج که خیلی بالاست، بعد از مدتی این درصد یهو افت میکنه. احساس خوشبختی. احساس خوشبختی. چرا؟ چون که یک تصورات و تخیلاتی این دوتا زوج جوون داشتن، اما الان میبینن که نه، اون خواب و خیالایی که ما داشتیم و اون به اصطلاح تصورات خیلی کمرنگتر از اون چیزیه که امید داشتیم. خب اون نمیدونم چتا و اون پیامه های دوران نامزدی میبینن که نه، اونقدر هم عسلی نبود. خب این باعث میشه که یک مقداری اصلش چینی بود. باعث میشه که اینا یکم افت کنن. واسه همینه که مثلا درصد طلاق در این مرحله خیلی بالاست. اما بعد از این میبینیم که نه، اینا میبینن که نه بابا، تنها حکایت ما نیست، حکایت همه جامعه اینجوری است. واقعیت موجود بوده. واقعیت اینه. خب تجارب دیگران رو میبینن. واسه همینه که مثلا تا 5 سال اول ازدواج اگر طلاقی صورت گرفت میشه جور توجیهش کرد، اما طلاق بعد از 5 سال اول ازدواج این رو بیشتر به یه بیماری به اصطلاح تشبیه میکنن. کسی که 5 سال تونسته تحمل بکنه بعد از اون دیگه الان معنایی نداره این طلاق. بله دیگه، الان همه چی رو شده، همه چی به اصطلاح شیوه زندگی، نمیدونم مفهوم زندگی، به هر حال همه اینا جلو روش هست و یک 5 سالی با اینا طی کرده، تجربهش هم همه برآورد شده. الان چرا طلاق صورت میگیره؟ این حالتی که باز برمیگرده شاید به یک بیماری روانی برای شوهر یا خانم یا یه مورد به اصطلاح خارج از سیاق زندگی نرمال. خب این یکی از مواردی هست که به اصطلاح، یا 4 موردی هست که یک به اصطلاح روحیه بزرگ خوشبختی رو در یک محیط میدمه. در این حال در کنار اینا خود فضای دوستی و محبت، مثلا انسانی که همونی که با ماه شوی شما شوی و اگر با دیگ شدی باید سیاه شوی. انسان با کی میگرده، با کی رفت و آمد داره، با کی نشست و برخاست داره. خب این نشست و برخاسته ها، این محیط، این دوستی ها خیلی تأثیر میذاره روی یک روحیه و روی یک احساس انسان. خب انسانی که اصلا اون اساسیات خوشبختی رو شاید نداشته باشه، وقتی در بین یک جمعی که همه به یک مرحله از رشد، به یک مرحله از پختگی رسیدن، زندگی رو فهمیدن، خوشبختن، این خود به خود رنگ میگیره. در مقابل انسان خیلی فریخته‌ای هم باشه، وقتی که در یک جوی میشه اینه که همه مینالند، از زندگی مینالند، از وضع حال خودشون مینالند، از بدبختی‌های اجتماعی مینالند، از فلاکت سیاسی مینالند، از این هم کم کم از روز اول که اینطور نبود. میبینی که بله بعد از 3 روز اینم استارتشو میزنه و شروع میکنه
اون چیزایی که قبلا نمیدید رو میبینه، اون دیدش نواقصی تغییر هست. میکنه. بعد نصفه دیگه خالی رو نگاه میکنه الان. دقیقاً نصفه خالی رو وقتی نگاه کرد دیگه این فشار روش میاد و اون به اصطلاح فضای خوشبختی از بین میره. این موارد دیگه هم هست که در جامعه بزرگ یا از جامعه بزرگ در انسان تحمیل میشه. وقتی که شما در یک محیط یا یک کشوری زندگی میکنید تو اون ظلم هست، ستم هست، نابرابری هست، دزدی و چپاول هست، خب اینها خواه ناخواه خبرش روی شما تاثیر منفی میذاره. در این حال وقتی در یک جامعه سالم زندگی میکنید، در یک کشوری که در اونجا عدالت اجتماعی برقرار هست، در اونجا شورا و احترام رأی هست، در اونجا کسی که افتاد جمعش میکنن، یک نوع تکافل اجتماعی هست، یک نوع رسیدن به همدیگه هست، در اونجا امداد رسانی به همدیگه هست، در اونجا انسان احساس میکنه که تنها نیست، احساس امنیت میکنه. این احساس امنیت خیلی مهم هست. وقتی که فرد احساس بکنه که من توی این محیط تنها نیستم، افتادم کسی هست که زیر دستمو بگیره و این باعث میشه که طرف به اصطلاح در اون فضا احساس خوشبختی بکنه. اینا یه چیزایی هستن که به اصطلاح فضا رو برای احساس خوشبختی کردن، احساس رضایت کردن مهیا میکنه. اما همه اینها باید تحت شعاع یه مورد باشه و اون هم اینه که انسان به رضایت خداوند راضی باشه، به قضا و قدر الهی ایمان داشته باشه، میدونه که این حق من است، این خواست خدا بود که چنین شود و حتما در خواست خدا خیری برای من نهفته است. این باعث میشه که دیگه این قدرت قناعتش خیلی بالا بره. این باعث میشه که انسان در مقابل هر نوع پیامدی در جامعه واکسینه شده است. یعنی انتظار هر گونه اتفاقی رو داره، انتظارش رو داره و اگر پیش اومد در مقابل اون شکست نمیخوره. احساس ناامیدی در این اصلا به وجود نمیاد، همیشه امیدوار هست. بدترین حالت به وجود میاد اون تو این رضایت الهی رو میبینه که این تقدیر خداوند بود و خداوند منو دوست داره و برای من حتما در همین مورد خیری نهفته است. آیا امکان داره که انسان با وجود این اسبابی که شما ذکر فرمودید در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که فرمودن مثلا 4 چیز از سعادت است و همسر نیکو، خانه بزرگ و بعد مرکب خوب و همسایه خوب و بعد از بحث حالا در بین همسر رابطه دوستان رو گفتید، آشنایان رو گفتید، جامعه رو گفتید، انسان در همچین فضایی همه اینها مهیا باشه و احساس خوشبختی نکنه، این مشکل در کجاست؟ آیا بدون این بحث آخری که مطرح فرمودید میشه احساس خوشبختی کرد با وجود همه موارد و اون اسباب خوشبختی در زندگی انسان؟ میشه احساس خوشبختی کرد بدون رضایت؟ هرگز. چرا که اون کسی که همسر خوبی داره اون وقت در هر همسر خوبی 4 مورد بعدم پیدا میشه، 4 عیب پیدا میشه. هر گلی خاری داره. اون همه این زیبایی همسر رو ندید، هم چند تا خار اون خال گنده‌ای که توی گوشش هست اون رو داره میبینه. خب این دیگه مشکل حل بشو نیست. این خانه زیبا و گشاد و اینو ندید. چی رو دید؟ اون بالای در آشپزخونه که رنگش پریده اون رو میبینه. این نمیدونم سواری بسیار راحت و آرام رو ندید. ماشین همسایه که مدلش بالاتره رو دید. خب این دیگه مشکل کجاست؟ در واقع همیشه خوشبختی از اینجا برمیخیزه، از خود فرد. یعنی یک نیروی درونی است.
تا این نیروی درونی نباشه بیرون هیچ فاقد ارزش هست. وقتی ما یه انسانی که کور هست بیرون هر چقدر زیبا باشه اون برای اون بی‌معناست. دنیا براش یک رنگه، همه جا یه رنگه، همه جا سیاهی است و تاریکی. خب پس مهمترین مورد و نیرویی که انسان رو به اصطلاح جهش میده و انسان رو خط میده همون رضایت به خواست خداوند، یعنی همون به معنای قضا و قدر الهی. از یک دید دیگه نگاه کنیم جناب دکتر. یک کسی هست خونش اونقدر بزرگ نیست، شاید اصلا ماشین هم که جز همین اتوبوس و تاکسی و مترو یک جایی سوار بشه دیگه چیزی دیگری رو گیرش نیاد و شاید همسرش هم اون گونه‌ای که انتظار داشت به هر دلیلی، حالا اجبار در ازدواج و بعد دلایل دیگر، اون گزینه‌ای که خودش میخواد نیست. به تعبیر خیلی میگن من خودم انتخاب نکردم، مجبور شدم، شرایط مجبور کرد منو. از همسایه هم که جز سر و صدا و جز به هر حال آزار و اذیت و چیز دیگری ندیده. دوستا هم که این بهش نارو میزنه، اون یکی دریوری بهش میگه و دوست نماها دیگه، چون دوست اگه باشه که این کارو نخواهد کرد. این فرد میتونه احساس خوشبختی بکنه؟ میتونه اصلا به خوشبختی برسه؟ بله، این فرد اگر با اون نیروی درونی به اصطلاح مزین بود، با نیروی ایمان به قضا و قدر الهی مزین بود، حالا ببین چه تحولی صورت میگیره. تصور کنیم همین فردی که شما تصویر کردید، نیروی قضا و قدر، رضایت به قضای الهی، قناعت توش بیسته. این ایمان کامل رو در درون، این نیرو رو در وجود خودش پیاده کرد. آره. الان ببینیم که این چطور، با چه زاویه‌ای داره به زندگی نگاه میکنه. همون همسایه‌ای که شما فرمودید که به اصطلاح غیر از شر ازش نمیاد، این الان در اون همسایه چه میبینه؟ در اون همسایه یک نعمت خدا رو میبینه که خداوند براش یک همسایه‌ای داده که هر روز آشغال جلوی خونش میریزه تا این بیاد آشغالا رو جمع کنه ثواب بگیره. این همسایه‌ای که هر روز میاد پشت دیوار خونش 4 تا فش هوا میکنه که به این برسونه، این طرف درش چی میبینه؟ درش میبینه که یک انسانی رو که خداوند اون رو سبب قرار داده که من صبر کنم، من خودم رو کنترل کنم، پس اینجا من دارم تربیت میشم، اجر و پاداش میبینم. نقطه منفی رو ول میکنه، جانب مثبتش رو میبینه. الان ما همسایه بد نداریم، در تصور ما این همسایه بده، اما برای این آقا یک امتحانه، همسایه بد نیست. ایشون میگن که بله من خیلی همسایه خوبی دارن. همون قصه ای که به اصطلاح حضرت امام ابو حنیفه میگن که همسایه‌ای داشت به اصطلاح شرابخور و نمیدونم فلان و داد و فهمه، شبش مست بود و سر و صدا را مینداخت. خب یه روز دید که سر و صدایی نیست، پرسید، گفت بله پلیس گرفته بردن انداختنش. رفت و شفاعت کرد و از به اصطلاح درش آورد و آوردش. چرا؟ چون که ابو حنیفه در این همسایه بدی رو نمیدید. سر صدایی که این میکرد میگفت این منو برای نمازم بیدار میکنه، بلند میشم سر صدایی نمیخوابم میرم تهجد میکنه. خب یعنی این نقطه های مثبتی رو که شاید دیگران نبینند. میبینید که بعضی ها مثلا شما کسی رو میبینید همسرش اصلا تعجب میکنید که این فرد به اصطلاح به این شکل و شمایل و به این هندام خوب یه همسری گرفته که اصلا به چشم شما نمیاد. تعجب میکنید. اما اینا اینقدر به هم دوختند و اینقدر با هم خوشن که در حیرت میمونید. یعنی که معشوقه به چشم دیگران نتوان دید، جانان مرا به چشم من باید دید. همون حکایت هست که مثلا خلیفه یا پادشاه پرسید از نمیدونم بوسینه، همون لیلا مجنون خودمون،
که لیلا خانم مجنون این مجنون دیوونه در تو چه دیده؟ تو یک زنی عادی هستی، حتی عادی هم کمتر از عادی. یعنی در تو چه دید که اینقدر به صلاح عاشق تو شد؟ اونم گفت که پادشاه ها، این ملت در تو چه دیدن که تو رو پادشاه کردن؟ اگه ملت به چشم من در تو رو به تو نگاه میکردن، تو یک الاغ چرون بیشتر که نمیشدی. بله. اما ملت به چشم خودشون نگاه کردن، تو رو پادشاه کردن. تو هم اگه به چشم مجنون منو نگاه کنی، مجنون میشی. یکی از دوستان از خویشای خودشون تعریف میکرد که دختر خاله‌شون با یک آفریقایی سیاه ازدواج کرد. دختر خاله خیلی سفید بود، سفید پوست و باشی. میگه من خودم در حیرت مونده بودم. خب یه وقتی رفتیم، دختر خاله‌ام خیلی بزرگ بود ازشون، خیلی بزرگتر بود، ایشون هم کوچیک بودن بود. خوب میگه این تو ذهنم بود. برای این حل شده نبوده که چطور این دوتا پرسیدم علامت دختر شدن؟ خاله چی شد که دیگه؟ گفت ببین پسرم، مرد با شکل زن ازدواج میکنه و زن با قلب مرد. اگه سفیدی قلب این فرد رو میدیدی، مثل من عاشقش میشد، همونطور که اون شکل و شمایل منو دید و فریفته شد. این یه برداشت هست. زاویه دید فرق میکنه. زاویه دیده که مشخص میکنه که ما آیا میتونیم خوشبخت باشیم، در چه جوی باشیم مهم نیست. مهم اینه که با چه دیدی نگاه کنیم. سخت جناب دکتر به دست آوردن این احساس. حالا بحث ما خوشبختی دیگه، ما میخوایم به خوشبختی برسیم و شرایط از یک طرف میبینیم که طرف هست کسی که در کاخ زندگی میکنه، ماشین آخرین مدل هم داره، نعمت هم داره، همسر خوب هم داره، همسایه و این ور و اون ور، احساس خوشبختی نمیکنه. از یک طرف دیگه کسانی هستن در همچین شرایطی شما میفرمایید با این نیرو میتونن احساس خوشبختی بکنن. آیا به نظر شما سخت نیست انسان این همه تحمل بکنه در برابر مشکلات و سختی ها و به اینکه تحمل اینها سبب خوشبختیش میشه؟ به انسان با تحمل سختی ها و مشقت ها و مشکلات به خوشبختی میرسه؟ همون زاویه دید هست. و برخی مثلا خوشبختی رو در چی میبینن؟ در رسیدن به همه شهوت هاشون. آیا میرسن؟ و وقتی که همه شهوت ها براشون مهیا میشه، میبینن که نه، راه را اشتباه اومدن. در خیلی کشورها که همه چیز مهیاست، همه شهوت ها مهیاست، درصد خودکشی بالاست. برخی که نمیدونم خوشبختی رو در ثروت میبینن و هی ثروت و ثروت میبینن که چیزی رو جمع میکنن، نمیدونن که کجاش کنن، چی کارش کنن، اما اون خوشبختی که در پیش هستن نیست. روزهای اول یکم لذت داشت که پول و پره‌ای به دست میارد، اما بعد دید که نه، این پول کاغذ پاره‌ای بیشتر که نیست. این نگران تجارتش و این و اون و این و اون. در یک فضایی میبینیم که در کشورهایی مثل سوئیس که به اصطلاح درآمد فرد از همه دنیا بالاتر است، در این حال درصد به اصطلاح آمار خودکشی از همه دنیا هم بالاتر. پس انسان یه جانب مادی داره، یه جانب روحانی داره. این دوتا با هم مهیا شدن، جانب مادی به وجود اومد، جانب روحانی بیشتر میتونه صیقل پیدا کنه و رشد کنه. خوشبختی به کدوم یکی از این دوتا بیشتر وابسته است؟ به جانب روحانیش بیشتر وابسته است. جانب مادی کمک کار هست. طرف اگر همسر به اصطلاح خوبی داشت، خونه خوبی داشت، فضای خوبی داشت، نمیدونم دوستان خوبی داشت، محیط سالمی داشت، این بیشتر اون رو کمک میکنه. درصد اینی که به اصطلاح با یه مقدار جانب روحانی این رشد میکنه و تعالی میرسه. اما اگر این قسمت کمرنگ بود یا پژمرده بود یا اصلا وجود نداشت، اینجا دیگه نیاز هست که این جانب روحانیش خیلی پررنگ باشه و خیلی روش کار کنه که بتونه به احساس خوشبختی برسه. دقیقاً. یعنی اینی که مثلا وقتی بعضی از زاهدان و انسان‌هایی که در از نظر ما دیگه هیچ ندارن، اینو میبینی که میاد میگه که اگر پادشاهان میدونستن
که ما در چه خوشبختی سیر میکنیم، شمشیر ور میداشتن، میومدن به زور شمشیر این خوشبختی رو از ما میگرفت. خوشبختی که در ظاهر از دید پادشاه اصلا وجود نداره، در درون این شخص هست. دقیقاً. یعنی اینی که ما مثلا ببینیم کسی ابوذروار زندگی کنه و هیچ وقت ما نمیشنویم در طول تاریخ که ابوذران بنالند. چرا ابوذر رو انتخاب کردید از بین صحابه؟ مثالی هست نه؟ ابوذر به خاطر اینکه ابوذر در خود از کمرنگ کردن جانب مادی شاخصه است. یعنی ما در بین صحابه ببینید، در بین صحابه ما طبقات مختلف به اصطلاح شخصیت های مختلف داریم. مثلا ابن عمر، عبدالله ابن عمر، یک انسان بسیار بسیار زاهد و اصلا با دنیا زیاد عشق و علاقه‌ای نداره. ابودردا اونم زاهد و پرهیزگار است، اما در چشم ابودردا ابن عمر خیلی آدم مرفهی هست. و ابن عمری که در چشم مای امروزی یک انسان کاملا از دنیا بریده است. در چشم ما نه، در چشم رفیقاش، در چشم بقیه صحابه ابن عمر یک انسان بسیار به خودش به اصطلاح سخت میگرفت. در اون دور زمانی که چی نبود. یعنی ابن عمر کسی بود که میخواست در همه چیز، وقتی میگم همه چیز یعنی همه چیز بلا استثناء، بلا استثناء مثل رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشه. یعنی تصور کنید در راه سفر میرفتن، ابن عمر یک گوشه رفت به اصطلاح زیر درخت یکم وایساد، بابا بریم سفر دیرمون میشه. 20 سال پیش من از اینجا با رسول خدا صلی الله علیه وسلم گذر کردم، پیامبر خدا زیر این درخت یکم استراحت کردن، من میخوام همون کارو بکنم. با پیامبر خدا استراحت کردن، خسته بودن، شما که خسته نیستی، باشم نباشم مهم نیست، من میخوام پیشون باشم. دقیقاً. یعنی جایی میرفت آفتابه رو برداشت برم وضو، بابا تو 2 ساعت پیش وضو گرفتی، ما اومدیم اینجا پیامبر اینجا وضو گرفت، من میخوام اینجا وضو بگیرم. این ابن عمره. این ابن عمر برنامه ازدواجی تو خونش رو انداخته بودن، ابودردا زاهد رو دعوت کرده بود خونش، دیگران رو دعوت کرده بود، شیرون هم دعوت کرده بود. ابودردا وارد خونه شد، چی؟ مردم لباس ندارن بپوشن، تو دیوار رو لباس کردی؟ یعنی یه پرده انداخته بود روی دیوار، پرده گذاشته بود روی دیوار. ابن عمر حالا میدونه که این کیه که داره حرف میزنه، میگه ابودردا والله شرمنده، این کار من نیست، خانمو به هر حال دیگه این کار. پس چی؟ تو زنزلیدم هستی؟ با خدا که غذاتو نمیخورم. بلند شو رفت بیرون. نمیخورم که تو یعنی خیلی مرفه شدی واسه ما، تو اومدی به اصطلاح اون چور که باید و شاید هست اونجور نیستی. این که ابودردا. حالا ابوذر رو ببینیم. ابودردا میخواد ابودردا یه خونه ای درست کنه. حالا خونه ابودردا میخواد چه قصر پادشاهی که نیست، به 4 تا سنگ رو هم میذاره، یک سایه درست میشه، سایه‌بونی درست میکنه، شد خونه، یعنی کوخ. ابودردا داشت خونه درست میکرد، 4 تا از دوستاش آورده بود کارمند و بسیار داشتن کمکش میکردن. ابوذر از اونجا رد شد، دید که ابودردا تو سنگ رو مردم روی انسان سوار کردی؟ سنگ روی انسان، به خودت چطور جرأت دادی؟ انسانی که خداوند اون رو اکرم المخلوقات و بهترین مخلوقات و اشرف المخلوقات خلق کرد، تو اومدی سنگ روش سوار کردی؟ بخاطر که برای خودت خونه بسازی؟ خب این ابوذر است. الان ببینید در این زاویه دین حالا چیه که میتونه ابوذر خوشبختی رو از ابوذر بدزده؟ حضرت ابن تیمیه، امام ابن تیمیه یک جمله بسیار بسیار زیبایی دارن. مسخره میکرد حکومت ها رو، نمیدونم قدرت ها رو و نمیدونم ظالمون رو.
یه روز تو زندانش مینداختن، یه روز میومدن کتاباشو آتیش میزدن، یه روز نمیدونم از شهر و دیارش تبعیدش میکردن، یه روز شکنجهش میکردن. بهشون میگم بیچاره شما چه از دستتون برمیاد؟ انا جنتی و بستانی فی صدری، بهشت و شادی و گلستان من تو قلبم، تو سینم هست، خوشبختی من جاش اینجاست. شما نمیتونید خوشبختی رو از من بدزدید، دستتون نمیرسه. اگه منو بکشید که این بیشترین قدرتی که شما در دست دارید، خب من این آرزوم شهادت، من که تمنا دارم، آرزو دارم که به شهادت برسم، اگه منو بندازید تو زندان که این یکی از کارهایی که از دستتون برمیاد، خب من حداقل فرصتی پیدا میکنم با خودم راز و نیاز بکنم. تو این مشغله های زندگی و اینا آدم نمیتونه خوب خلوت کنه با خداش، مناجات کنه، خب یه فرصتی به من میدید. اگه نمیدونم منو تبعیدم کنید، اینا چیزی که از دستتون برمیاد، خب من نیاز دارم که برم سیر و سیاحت کنم، قدرت خدا رو در این گیتی ببینم و بیشتر عبرت بگیرم. یعنی هر آنچه که دیگران اون رو سلب خوشبختی میدونن، این انسان زاهد این رو یه فرصتی برای جلا بخشیده شدن و پررنگ شدن، بهتر پررنگ شدن خوشبختیش میبینه. اینه که وقتی میبینیم که آقای شارون وقتی میگن که آقا جلوی این به اصطلاح فلسطینیا رو بگیر، میگه چه از دست من برمیاد؟ کسی که میاد مرگو میخواد، حالا چی جلوشو میگیره؟ طرف سربازه چیزی به که خودش دارم جنگ تهدید کنه. به مرگ میکنم نهایتش. من بترسونم. بزرگترین قدرت همینه که بگم آقا میکشمت. این طرف میاد میگه بکش منو. اومده برای کشته شدن. الان دیگه شما خلصلا شدی. همینه که زاویه دید وقتی که چنین شد، وقتی که ما دیدیم که هر مشکلی که در زندگی به وجود میاد این مشکل نیست، این چی هست؟ این یک امتحان الهی است که خداوند برای من فرصت بهتری به وجود میاد. یه دوستی داشتیم، این بنده خدا کارمند بود، از کار اخراجش کردن. چی کار کرد؟ رفت یه جعبه شیرینی گرفت، برد خونش، جشن رو راه انداخت. به خاطر اخراج شدن از کار؟ خانمش پرسید که چی شده؟ گفت حالا شما بگو این جشن چیه؟ گفت والله من به ذهنم نمیرسه که مثلا حالا ما همچین جشنایی نداریم بگیم که مثلا سال روز تولد بچم هست یا نمیدونم روز ازدواجمون هست، یا اینا همه هیچی نیست. خب حقوقت زیاد شده؟ گفت نه. چی شده؟ آخرش گفت که از کار اخراج شدن. که خانمم نگاه کرد گفت خل شدی؟ گفتم نه، از کار اخراج شدن. گفت یعنی چی؟ منو مسخره میکنی؟ گفت نه، از کار اخراج شدن. ای بابا چی شده درو؟ دیوونست. گفت که من میدونم که خداوند روزی بهتری برای من مقدر کرده، منو از اینجا ورداشت تا به جای اون جای بهترم برسونه. و بالفعل یه هفته نگذشته بود که کار بهتری پیدا کرد، خب با حقوق بیشتر. وقتی که ما اینطور نگاه کنیم، اینطور با این زاویه دین به زندگی نگاه کنیم، اون وقت دیگه یه خوشبختی که به دست میاریم، نه اینکه این خوشبختی رو تنها به دست آوردیم، این خوشبختی دیگه از ما قابل جدا شدن نیست. این دیگه شادی گذرای یک لحظه نیست، همیشگی این احساس رو داریم. حضرت عمر مریض شد، اومدن عیادت. خب حالا که عیادت میمون، من خدا مریضه، فلان زخمی شده، فلان. دید که اینو کج نگاه میکنن، اینا به اصطلاح مهمونایی که اومدن هنوز. گفت که ببینید الحمدلله که خداوند متعال این خوشبختی رو به من داده که این زخم رو زبانم نیست. اگه این زخمی که رو پامه رو زبانم می بود، چطور غذا میخوردم، چطور ذکر خدا میکردم، چطور قرآن میخوندم. شکر خدا که همین زخم تو چشم نیست. اگه تو چشم می بود چطور میدیدم، چطور.
ببینید وقتی که انسان اینطور نگاه کنه فضا، حالا که قصه شد قصه یکی رو بگم که ببینید زاویه دید وقتی که صادقانه باش برخورد کنی محیط هم مهیا میشه، جامعه هم با تو واکنش نشون میده. وقتی میری خواستگاری و اونجا 4 تا بلوف میزنی که من چنینم و من چنانم، من از دماغ فیل افتادم، خب شاید اون بنده های خدا هم گول بخورن. فردا که رو میشی اون وقت چیکار میکنی؟ تا کی این خورشید خانم پشت ابرا میمونه؟ خب حضرت بلال و صهیب رفته بودن یه خانواده‌ای خواستگاری، دو دختر بگیرن از یه خانواده. حالا بلال سیاه آفریقایی، هر دو تا خواستگارن؟ هر دو خواستگار. صهیب رومی همچین برده بوده. گفت که خب خودتون رو معرفی کنید که ببینیم شما چند دقیقه چی دارید. گفت ما هر دوتامون برده بودیم، خدا آزادمون کرد. خب هر دوتامون نمیدونم فقیر و نادار و بیچاره بودیم، خدا به ما مال و ثروت داد. ما اصلا آدمای پوچه هیچی نبودیم، خدا به ما عزت داد. پدر دختر رو نگاه کرد، اینا دیگه کیان؟ گفت که ببین حاج آقا ما اومدیم خواستگاری، اگر ما رو رد کردی میگیم سبحان الله، اگر ما رو قبول کردی میگیم الحمدلله. حالا هرچی شما میگی. مرد موند، حالا چی بگه؟ گفت والله پس بگید الحمدلله قبولید. صاحب خیلی بهش برخورد. چرا؟ که بابا هر چه زشتی و بدی بود تو ما دیدی بلال، ما یک نکات مثبت هم داشتیم ها. حداقل گفت بلال ببین آبرو بردی دیگه، خوردمون کردی. غالبا تو خواستگاری تعریف میکنه. حداقل میگفتی که مثلا ما از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم، میگفتی که هیچ جهادی رو پیامبر بیرون نشدن مگر این که ما در کنارش بودیم، میگفتی که ما از کسایی هستیم که از اولین کسایی هستیم که به پیامبر ایمان آوردیم. یه حرفی بود دیگه. گفت که صاحب جان ساکت، راست گفتم، واسه راست گفتن زن بد دادن، اگه بلوف میزدن زن بد نمیدادن ها. وقتی که ما بیاییم با خودمون رو راست باشیم و حقایق رو راست با خودمون داشته باشیم، اون وقت حتی اطرافیان با ما واکنش درست نشون میدن. الان تصور کن همین بلال و صهیب ازدواج کردن از این خانواده، این خانواده دختر رو داد به کی؟ به 2 تا برده آزاد شده که دیروز فقیر بودن امروز وضع حالی دارن. بعد از ازدواج اینا تازه میفهمن که این 2 تا صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حالا ببین چقدر خوشحال میشن، چقدر احساس سعادت میکنن. 2 روز بعدش میفهمن که اینا از سابقون الاولون هستن. به دیگه همه فامیلی که تو دیروز با این پدر دعوا داشتن که اینا چیکار کردی، بچه‌ها تو دخترات رو ضایع کردی، به کی دادی، الان همه میان میگن که ما به اصطلاح بلال داماد ماست، فامیلیم. خب 1 سال بعد میفهمن که بابا اینا از مبشرین بالجنت هستن. کل قبیله هر جا که میشینن رئیس قبیله میگه من از قبیله فلان هستم که 2 تا از دخترای قبیله ما در عقد 2 تا از بهشتیان هستن. حالا ببین چقدر تاثیر فرق میکنه، عوض شد. اینه که ما نیاز هست که با خودمون هم رو راست باشیم، با اطرافیانمون هم رو راست باشیم. من میخوام که تا اینجا یک جمله خلاصه بکنم صحبتتون، چیزی که برداشت کردم از صحبت شما قبل از اینکه میام برنامه ببینیم. به همراه بینندگان عزیز، من اینجوری برداشت میکنم جناب دکتر که خوشبختی در نحوه دید ما به زندگی نهفته است و اگر میخوایم خوشبخت بشیم باید یک کار مهم بکنیم و اونم که دیدمون رو نسبت به زندگی و واقعیت موجود عوض کنیم.
برداشت شماست. حالا ببینیم برداشت بینندگان چی بوده. انشالله. ممنون. میان برنامه شما بینندگان عزیز و ارجمند می‌بینیم. در موضوع برنامه نظر، پیشنهاد، انتقاد، سوالی هم که دارید میتونید انشالله بعد از میان برنامه حتما دوستان شماره های تماس از راه واتساپ و همچنین تلگرام هم اضافه شده و همچنین SMS و صفحه فیسبوک میتونید به ما در میان بگذارید. نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو ما هنوز بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد با جناب دکتر بعد از این میان برنامه. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان. انشالله که احساس خوشبختی در زندگی همیشه قرین راه شما باشه. آیا در زندگی احساس خوشبختی میکنید؟ آیا خطاب من به اون عزیزانی است که ازدواج کردن و یا بیشتر عزیزانی که هنوز ازدواج نکردند، آیا به فکر خوشبخت شدن هستید؟ که یقینا هستید. فکر نمی کنم کسی بگه نه من زیاد برام مهم نیست خوشبخت شدن. چگونه میتونیم خوشبخت بشیم؟ برای عزیزانی که میخوان خوشبختی در زندگیشون همیشه باشه و احساس خوشبختی بکنند. و در قبل از میان برنامه جناب دکتر اشاره کردم به نکته بسیار مهم و اون هم یک نیروی درونی و اینکه انسان زاویه دیدش نسبت به قضایا به نحوی باشه که در هر شرایطی که هست، چه به مانند یوسف علیه السلام در قعر چاه یا در زندان و یا در کاخ قبل و بعد زندان، چه قبل از زندان رفتنش در خانه زلیخا و یا بعد از خارج شدن از حدود 9 سال زندان در قصری که امر و نهی می‌کرد، همیشه این احساس خوشبختی همراهش بود. ما اگر بخوایم در زندگی احساس خوشبختی داشته باشیم، در کانون خانواده مرد و زن باید این احساس رو به وجود بیارند. حالا چگونه میشه این احساس رو به وجود آورد جناب دکتر؟ اگر بخوایم یک خانواده خوشبخت درست بکنیم، مرد یا زن، حالا یکی از این دوتا همچین احساسی رو آیا به تنهایی میتونه در وجود خودش بیاره یا به تنهایی میتونه خودش حریف تمام مسائل بشه و این خوشبختی رو حاصل بکنه یا این خوشبختی رو تحمیل بکنه بر خانواده؟ یا شما یک نقطه زیبایی رو اشاره کردید که این به اصطلاح وقتی که جوونا در فکر ازدواج هستن اصلا چرا در فکر ازدواج هستن؟ خود ازدواج در واقع راهی است برای رسیدن به خوشبختی. اصلا انتخاب ازدواج یعنی اینه که این طرف میخواد به خوشبختی برسه و واقعیت هم همین هست. یعنی تصویر قرآن کریم از این موضوع هم همین هست. در آیه 21 سوره روم خداوند متعال چی میفرمایند؟ و من آیاتی، از علامت‌های خداوند متعال اینه که خلق لکم من انفسکم ازواجا، از خود جنس خود شما بنی آدمان خداوند همسرانی رو آفریده، لتسکنوا الیها، تا سکون و آرامش و راحتی رو با هم کسب کنید. و جعل بینکم مودة و رحمة، و بین شما مودت، رحمت
صمیمیت، عطوفت، یعنی خوشبختی. خوشبختی رو در این فضای آرام خانواده به وجود آورد. اینه که ما میگیم که به اصطلاح ازدواج یکی از مهره‌های قوی و یکی از پرتگاه‌های بسیار مهم برای خوشبختی است، همین هست. حالا وقتی که میخواید ازدواج کنید باید در پی کسی باشید که کاندید خوشبختی است. آیا کسی هست که کاندیدش خوشبختی هم نیست؟ قصد ازدواج داره ولی هدفش خوشبختی نباشه؟ همه هدفشون خوشبختی است. اما آیا این سوژه است که منو خوشبخت کنه یا نه؟ این مهمه که من چطور همسرم رو انتخاب کنم. خب یه دختری رو میخوایم انتخاب کنیم برای به اصطلاح خواستگاری. این دختر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که این ویژگی‌ها این زمینه رو داره که من در کنار این خوشبخت باشم؟ یا این آقا پسر که ما اومده خواستگاری چه ویژگی‌هایی داره که در کنار این ویژگی‌ها دختر ما میتونه باش خوشبخت بشه یا کاندید خوشبختی بشه حداقلش. خب برای هر کاری ما دنبال شرط و شروط میگردیم. طرف میاد نمیدونم میخواد که کارمند اداره باشه، شرط و شروط باید 1 2 3 4 شرط و شروط داشته باشه. میخواد رئیس جمهور باشه دیگه باید غربلش میکنن. خب که به اصطلاح ببینن که مناسب هست یا نیست. حالا من میخوام که این زندگیم رو بسازم، میخوام یک خوشبختی به وجود بیارم، به خوشبختی و کمال برسم. حالا باید ببینم که اون طرفی که میخوام انتخابش کنم آیا این ویژگی ها رو داره، این کمالات رو داره. دختر خانومی هست، آیا مثلا این پایبند به دین هست؟ پایبندی به دین، برای چی دنبال پایبندی به دین هستیم؟ یعنی نمازی این دختر خانم چی میخواد به ما برسونه؟ زکات این دختر خانم، حج و روزگی این دختر خانم چی میخواد به زندگی ما اضافه کنه؟ این که به اصطلاح عبادت‌های شخصی است. خب اینجاست که این ما رو میاره میرسونه به همون منبع اصلی، سرچشمه خوشبختی، همون دید، زاویه دید، همون ایمان به قضا و قدر الهی که در اولش برنامه بهش اشاره کردیم. خب خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اصلا زنا رو مردم در عموم جامعه زن رو واسه چی انتخاب میکنن؟ چه ویژگی‌هایی در زن دنبالش هستن؟ در پی جمالش هستن. بله. خب این طبیعی است. هر آقا پسری رو بگی برای دختری پیدا کردم چه اول میپرسه خوشگله؟ خب گفتیم بله خوشگله. بعد میگه خب پولدار است؟ خانواده پولداری داره؟ پدرش 200 سال عمرشه، ثروتمندیه، تنها دختر خانواده است. بعد دیگه همینه. خب برای بسیار خوشبختیش یا برای مالش بله پولدارم هست. بعد میپرسه که خب از چه خانواده است؟ از نظر حسب و نسب و موقعیت اجتماعی چیه؟ این چیزایی که در ذهن مردم هست. زیبایی در آخرش هم میپرسن خب راستی این پایبند به دینم هست یا نیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میپرسن، نه همه. اینا هم بعضی‌ها میپرسن. خب اما به هر حال میپرسن که به اصطلاح بدونن که این مثلا نکنه که منحرف باشه، علف هرزه‌ای باشه. خب اینو هم مد نظرشون هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این ترتیب رو به هم میزنن. میفرمان نه، اول فظفر به ذات دین، شکار کن دینداره رو. تریبت یداک، اگر این کار رو کردی خوشبخت شد، موفق شدی، یعنی شانس درست رو انتخاب کردی. دینداره رو انتخاب کن. حالا اگر خوشگل هم بود و مال هم داشت و به هر یکی از این صفات دیگر رو داشت، نور علی نور. خب اما مهم اینه که این موردی که به اصطلاح عموم جامعه در نزدشون شاید کم رنگ‌تره، این پررنگ‌ترین مورد در پیش تو باشه، اولین شرط باشه. این انسانی که پایبند به دین هست، خب این انسان پیش خدا عزیز هست.
کسی که پیش خدا عزیز باشه این تصور کنید خدا دوستش داره. خب این کسی که خدا دوستش داره دیگه هیچ وقت امکان نداره بدبخت بشه. آخه خود فمن اتبع هدای خداوند متعال میفرماند فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. کسی که در راه حق داره قدم میزنه، پیرو هدایت قرآن و دستورات رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست، این امکان نداره که بدبخت بشه. چرا؟ امکان نداره که فقیر بشه؟ نه، امکان داره فقیر هم بشه. براش مشکلات پیش نمیاد؟ خیلی هم میاد. نمیدونم سرش غم و غصه میاد. اما چی؟ اینها یعنی ضمانت نشده؟ اینا ضمانت نشده، اما سعادتش ضمانت شد. آیا بین اینها و سعادت ارتباطی نیست؟ همینه که به اصطلاح اینها وجود داشته باشند، رسیدن به سعادت فرصتش با کمترین حرکت به وجود میاد، با کمترین جهش از طرف جهش روحانی سعادت حاصل هست. اما اگه نبود هم؟ اگه نبود این قدرت روحانیش اینقدر قوی هست که به اصطلاح بر اونها غالب میشه. ببینید در خود همین این آیه در سوره طه است و در ادامه این آیه میاد و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. کسی که از یاد من غافل باشه، خدا رو نشناخته، ایمان به قضا و قدر رو نداره، زندگیش بدبختیه. این امکان نداره غیر از این باشه. این قانون هست. اگر بعضی ها شاید اینجوری فکر بکنن و بگن که نمونه هایی داریم که زن یا شوهر اصلا پایبندی به دین هم ندارن و با هم راضیان، خوب زندگی میکنن، خوشبختن، احساس خوشبختی میکنن، قبول دارید این حرف؟ این امکان نداره. چرا؟ طرف میگه من دارم میبینم، اما از اون طرفی که ما داریم میبینیم و گمان میکنیم که به اصطلاح این نمیدونیم که این بنده خدا این صورتی که سرخش کرده با سیلی سرخش کرده. ما این که فکر میکنیم این از بس به اصطلاح گوش خورده سبیلاش چربه، نمیدونیم که این یه گربه بیچاره رو سر بریده، پیشو گرفته، به اصطلاح تو خونه پوی گربه رو داغ میکنه، سبیلاشو چرب میکنه. اون چیزی که ما میبینیم غیر از واقعیت هست. توی اون خونه ببینیم که چه واویلاست. خب یک قاعده هست، دو تا 4 تاست. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. یک قانون هست، امکان نداره. در اصلا ببینید همین سوره طه چطور شروع میشه. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ما قرآن رو نفرستادیم که طرف قرآن رو داشته باشه شقی بشه و بدبخت بشه. اگه طرفی که به اصطلاح میگه که فلانی پایبند به دین هست بدبخته، من میگم امکان نداره، یا پایبند به دین نیست یا بدبخت نیست. چون این به اصطلاح معادله امکان نداره که اینطوری باشه. یا دو تا نیست این طرف، یا این طرف 4 تا نیست. اگه میگی 2 تا 4 تاست، خب پس باید 2 تا باشه، این طرف 4 تا باشه. اگه این طرف 4 تا نبود، پس این طرف یه مشکلی داره، این 2 تا نیست. مثل قانون جاذبه است، هر چیزی رو که بگذاریم میره پایین، یه قانونه. بله. اگر رفت بالا یعنی یه مشکلی هست، کره دیگه است، اصلا یه کره دیگه است، روی زمین نیست، چون زمین این قانون میکشه بالا. خب یه قانون به این صورت هست. خب الان اومد طرف به اصطلاح پایبند به دین بود. خب در این حال خب پایبند به دینیشو دیدیم. یه مورد دیگه هم ببینیم از نظر عفت و اخلاق و تربیت اجتماعی چطوره. خب آیا این عفت و اخلاق و تربیت اجتماعی در اون قسمت اول داخل نبود؟ باید می بود، اما خب پایبند به دین هست، اما در یک جامعه به وجود اومده، به خانواده مشکل داشته یا فلان داشته، بد زبان هست، عفت کلام نداره، یا به هر حال مؤمن هست، فلان هست، اما در یک لحظات به اصطلاح خیلی وقتا در یک لحظات انحرافی قرار میگیره و عفت اخلاقیش نداره. با وجود اینکه نمازخون هست، روزه میگیره، مسلمان هست، پایبند هست، ولی انسان دیگه به هر حال گهگداری اینو ما توجهش میکنیم که به اصطلاح این نکنه که این مؤثرات خارجی
روش اثر نگذاشته باشیم. بله. فیلم های خارجی که قبلا حرفش رفت، نمیدونم محیط مدرسه، محیط اطرافیان، اینا روش اثر منفی نگذاشته باشه. این رو هم چک کردیم. بعد میایم میبینیم که ارزش معنویش چقدر است. یعنی چی؟ یعنی اینی که وقتی ما رفتیم به اصطلاح خواستگاری، گفتن آقا مهریه‌اش چقدره؟ وقتی مهریه‌اش به کیلو طلا بود، میفهمیم که اینها در این مشکل دارن، مادیگرا هستن. این خونه‌ای که به اصطلاح مادیت برش غالب هست، 1300 چند سکه طلا به خاطر سال تولد جناب عروس. بله، این دیگه اینجا باید نزدیک شد. چرا؟ چون که میدونی که از اول که به اصطلاح خشت و کج نهادی تا ثریا رود دیوار کج. قبلا تا ثریا میرفت، الان تا 3 متری میرود دیوار کج بعد میفته. خب اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره دارن که بیشترین زنهایی که زندگیشون با برکت تر هست اونی هست که مهریه‌اش کمتره. مهریه کمتر یعنی چی؟ مهریه کمتر یعنی اینی که وقتی طرف ازدواج میکنه اسیر این خانواده میشه. وقتی شما از یه خانواده ازدواج کردی، مهریه همسرشون به دختر خانم چی بود؟ مثلا زیارت خانه خدا. شما وقتی این دختر خانم رو بردی خانه خدا، اصلا همین رفتن شما به این مدرسه حج یا عمره یک تغییر و تحولات عجیبی در شما ایجاد میکنه. هم شما عوض میشید، هم خانم عوض میشه، یه موجودات ملائکی میشید. اما نه، دختره نمیدونم 1300 و چقدر بود، حالا در این مورد باید مول پیرزن بود که حداقل کمتر بشه، 1200 سالای 1200 به دنیا اومده باشه، کمتر بشه مهریه‌اش. هرچی دیرتر باشه، کهنسال‌تر باشه، مهریه‌اش کمتر بشه. مخصوصا اگه دیگه باز ثروتمندم باشه که باز لب گورم هست که ارثش هم میرسه به آدم. الان همسری ها طرف گرفت با 1000 سکه و نمیدونم از این حرفو. الان این بنده خدا تا همسرش رو میبینه، روزای اول که خب هیچی نمیبینه، روز به اصطلاح عسل هست. بعد از اینکه عسلش تموم شد، اون وقتی که تا چشم رو باز کنه که همسر رو ببینه، یک عالمه سکه طلا میبینه که روی هم انباشته شده و میزنه به سرش که از کجا بیارن. یک گنج میبینه، یه مار روش خوابیده. شب و روزش به اصطلاح تو این فکره که کجا چه راهزنی رو ببینه و علی بابا بشه و بره پولای اونا رو بدزده و بیاد به اصطلاح مهریه‌اش رو بده. حالا یه همسری پیدا کردیم از خانواده‌ای که برای دخترشون ارزش قائلن. ارزش قائل بودن دختر در این است که شما اون دختر رو به عنوان یک انسان حساب کنید، نه یک کالای فروشی. مهریه معناش چی است؟ معنای مهریه اینه که ما یک به اصطلاح رمزی در بین خودمون داشته باشیم. خب حالا این رمز هر چه به اصطلاح قضیه هدیه است. هدیه مهم بزرگ بودنش نیست. وقتی شما به اصطلاح دستت نمیرسه که یک نمیدونم سرویس طلا برای خانومت بگیری، یک گل میبری، این گل از 100 تا سرویس طلا هم با ارزش تره. معنای معنوی این مهم هست. هیچی نداری، همین لباتو میکشی، یه لبخند درست میکنی، این از 100 تا از به اصطلاح میلیونی ارزشمندتره. حالا مهریه مناسب عیب خاصی نداره، از خانواده صالح و خوبی هست، تعلیم یافته است. تعلیم یافته هم بی‌معنا نیست که مثلا طرف میره رفتم خواستگاری دختری، خب چطوره خیلی باسواده، چی داره؟ میگه که آقا مهندس راه و ساختمانه، نمیدونم دختره نمیدونم چیه، مهندسی در کشف گنج در آفریقا داره، نمیدونم مهندسی در کشاورزی داره. بابا مشکل بلد خونه رو اداره کنه، میدونه که عباداتشو چطور انجام بده، میتونه، یعنی میدونه چیزی هست به نام فرزند و این فرزند تربیت میخواد،
میدونه یه فن و فوتای به اصطلاح شوهرداری و اینو چیزایی که اون نیاز داره. اینی که شما بیایید به اصطلاح دختر با سواد گرفتم که نمیدونم میتونه رو کره مریخ به اصطلاح سنباده بکشه، این دیگه نشد با سواد. خب حالا اگه هر دوتا رو داشت چش کرده؟ کمالات هست، هم مدیریت خانه رو داره و هم میتونه به اصطلاح انسان ببره کره مریخ. انسان هم ببره کره. خب یک خب بفهمید که یعنی اولویت مهمتر، یعنی در مسئله انتخاب اولویت ها رو در نظر بگیریم که آنچه که مهمتره برای فضای خانه اون رو اول دقت بکنیم، بعد اون چیزهایی که به هر حال زینت هایی که اطراف هست اینا رو داشتیم. این دختر خانم کاندیده برای اینی که من بتونم با این خوشبخت بشم. از آقا نگفتید داماد چه؟ از آقا پسر. خب حالا این دختر خانم کاندید شده، الان آقا اومد خواستگاری دختر خانم. خب حالا این دختر خانم مناسب کاندید خوشبختی هم حق داره که برای خوشبختی خودش فکر بکنه یا نه هر کسی که اومد بعد بگه خب من با این خوشبختم؟ آقا پسری که اومد اولا حق این همونطور که حق پسر هست که به اصطلاح تلسکوپ ور داره دنبال همچنین همسر نجیبی بگرده، حق دختر است که حالا چرا تلسکوپ مگه روی زمین پیدا نمیشه بعد تو کرات دیگه دنبالش بگردن؟ بعضیا فکر میکنن که نیست، در حالی که در جامعه دخترای خوب بسیارن. مثلا این میگم که مثلا خیلی از جوونا و نوجوانا هستن، میگیم که آقا میگه که من دنبال یک دختری هستم که لایق من باشه. خب پیدا نکردی تو این 5 میلیارد آدمی که رو زمین هست؟ میگه والا گشتم یکی بود. خب چرا ازدواج نکردی؟ میگه خب من تو چش او لایق نبودم. خب نیاز هست که تو چش اون هم مثلا دختر هم اینو وراندازش بکنه. خب اولین موردی که باید دختر پوش کنه، آیا این اصلا لیاقت داره؟ یعنی چی لیاقت؟ از نظر اجتماعی، از نظر حتی مادی، از نظر اخلاقی، این در شأن این دختر خانم هست. یه دختری اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که یا رسول الله، من و پدرم به زور به ازدواج برادرزادش داده، پسرمون، و من نمیخواستم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم پدر رو صدا زد، گفت که این دختر رو به زور، حقم بود، حقت نبود. الان دختر خانم رو گفت که شما اختیار دارید، میخواید با این زندگی ادامه بده، میخواید ازت جداش کنم. گفت یا رسول الله، من دخترمو میخوام، پسرمو میخوام، از زندگی و اختیار پدرم هم راضیم، اما میخواستم به جامعه بفهمونم که این حق دختره. من حق داشتم که پدرم بیاد از من اجازه بگیره، من میخواستمش، اما پدرم از من اجازه نگرفت. اومدم تا به جامعه بفهمونم که این حق، ببین چه دختر نجیبی. آفرین بر این فهم و شعور. حالا میبینیم در جای دیگه که این مراعات نمیشه. ابولهب رو که همه میشناسیم، تبت یدا ابولهب اومد گردنشو زد. این ابولهب یه کنیز بیچاره داد بریده نام. این کنیزه رو، خب کنیزش بود دیگه، هر کاری دلش میخواست میکرد. کنیزه رو به ازدواج یک آقایی در آورد. بریده از این متنفر بود. کنیز از شوهرش، از اون غلامه که شوهرش بود متنفر بود، نمیخواستش، اما ابوالهب به زور داده بود. حضرت عایشه ام المؤمنین وقتی که میدید این بیچاره چقدر در عذاب هست، بریده پولی جمع کرد رفت پیش ابوالهب، آقا این کنیز بیچاره چقدر میفروشی؟ خرید، آزادش کرد. الان بریده آزاد هست، میخواد قبول کنه، میخواد نکنه. اختیار داره که با شوهرش ادامه زندگی و حیات داشته باشه. اختیار داره که خودش دست خودش هست. مثل دیروز که کنیز نبود، ایشون هم گفت که دیگه نه من نه شما. نمیخوام. حالا جالب اینجا بود که این آقای شوهره این اصلا ذوب شده بود در بریده، عاشقش بود، دنبالش میرفت تو کوچه گریه میکرد که منو معذرت های خدا منو به شوهریت قبول کن، من آدم خوبی، هر کاری بگی میکنم، هر چی بخوای میکنم. مجنونی بوده برای خودش. اما برنده میگفت نه که نه، زمین به زمون بره، من راضی بشو نیستم. پیامبر خدا حتی به صحابه میفرمودن که ببینید
واقعا جای تعجب داره. ببینید عشق این یارو رو بغیس رو به بریده و ببینید نفرت بریده رو از این بغیس. دلشون نرم اومدن، گفت که بریده کم کوتاه بیا، بنده خدا رو به شوهری قبولش کن دیگه. گفت یا رسول الله این دستور از جانب شما یا پیشنهاد؟ گفت نه من در این مورد دستور نمیدم. وقتی پدر حق نداره که دخترش رو به زور به عقد کسی در بیاره، من در این مورد هیچ دخالتی نمی کنم. اما میخواستم یه توصیه بکنم، دلسوزی به خاطر بیچاره قد خودش. گفت یا رسول الله من هیچ نمیخوامش. داده خب اینه که باید اون دخترم پسر رو بپسنده، اختیار کامل داره. این حقشه و در این حال پرسجو کنن انسان صالحی هست، انسان خوش اخلاقی هست یا صالح نماست. بله در نماز ماشاءالله بهترین نماز رو میخونه، نمیدونم فلان. تا حضرت عمر از کسی پرسیدن گفت که خیلی انسان صالحی هست. مثلا کجا دیدیش؟ حتما دیدی تو مسجد سرشو میزنه به زمین. گفت بله تو مسجد هست. گفت این نشناختیش. آیا باش سفر رفتی؟ آیا همسایش بودی؟ آیا باش معامله داشتی؟ میپرسیم با کسایی که با این سفر رفتن، با این به صورت داد و ستد داشتن، معامله داشتن، با این زندگی کردن، همسایه‌اش بودن. پرسیدیم آدم درستی هست، صالحی هست. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله توصیه می‌فرمایند که اذا اتاکم من ترضون دینه و امانته یا دینه و خلقه فزوجوه. اگر کسی اومد پیش شما خواستگاری دخترتون، شما از دینش راضی هستید، از امانتداریش راضی هستید، از اخلاقش راضی هستید، از وضع اجتماعیش راضی هستید، بسم الله. دیگه منتظر این نباشید که زورو بیاد سوار بر نمیدونم رخششو نمیدونم اسب 4 بل بیاد که مثلا بعضی خانواده من دیدم که میگن که ما عجله کردیم خواهرمون رو به فلانی دادیم. چرا؟ شاید فلانی می اومد. این دیگه برداشت‌های بسیار ابلهانه است. حالا این ویژگی‌ها رو در آقا پسر دیدیم. این پسر هم کاندید است که بتونه دختر ما رو خوشبخت کنه. اینا رو که داشتیم دیگه الان ما 2 تا مثلا کاندید داریم. اما این کاندیدا رو باید الان یه موارد دیگه هست که باید اینها رو زینت بدیم، اینها رو اضافه کنیم که اگر وقت اجازه بده بریم توش و اگر نه بذاریم برای 27 دقیقه وقت داریم. اگر بحث میرسه اختیار با شما. یه مواردی هست که ما این 2 تا کاندید رو باید مسئولیت‌هاشون رو بهشون گوشزد کنیم، باید بدوننشون. خب طرف اومد کاندید شد برای ریاست جمهوری، ما می‌خوایم ببینیم این کاندیده میدونه که اصلا چی کاری باید بکنه، چه وظایفی داره. این وظایف رو باید این 2 تا کاندید بدونن. زن باید بدونه که حق شوهرش چیه و اون حقوق رو مراعات کنه و مرد بدونه که حق زنش چی هست و اون حقوق رو مراعات کنه. هر یکی یه وظایفی داره، یه خواسته هایی داره، یک نمیدونم مسئولیت هایی داره. خب الان یک خانم چه مسئولیت هایی داره مثلا در قبال شوهرش؟ باید این خانم رو بدونیم که بهش برسونیم و بفهمونیم، شیرفهمش کنیم قبل از ازدواج یا اثناء ازدواج که بله مهمترین حقی که شوهرت بر تو داره اینه که فرمان بردارش باشی. یعنی چی فرمان بردار؟ فرمان بردار وقتی ما میخوایم یک به اصطلاح یک اتومبیل رو به جلو برانیم، باید این اتومبیل تابع دستورات فرمون باشه، تابع راننده باشه. وقتی ما میخوایم که یک مدرسه یک کلاس درسی مرتب باشه، یه مفسر انتخاب میکنیم. وقتی میخوایم یه خانواده انتخاب کنیم دیگه الان نمیاییم به اصطلاح بشینیم که مثلا آقا مفسر این خانواده کی است، زن یا مرد. از اول گفتیم مرد شد مفسر این خانواده. بس باید این خانم تابع دستورات باشه تا این زندگی
به طور درستی پیش بره. تا چه محدوده‌ای؟ محدوده اطاعت تا حدی که مخالف با دستورات خدا و رسولش نباشه. در قضیه اطاعت از خدا و رسول ما همه بشر بندگان خدا. تو این هیچ انسانی دیگه هر کی باشه حق نداره به ما دستوری خلاف بده که ما برده خداییم، بنده خداییم، مخالف دستور خدا باشه. اگر هم کسی همچنین کاری کرد ما نباید ازش اطاعت کنیم. حالا این کس هر کی میخواد باشه، پدر باشه، مادر باشه، شوهر باشه، رئیس باشه، پادشاه باشه، هر کی میخواد باشه. خب اما در محیط به اصطلاح خانوادگی ما میخوایم یک کلبه شاد داشته باشیم، یک خانواده خوشبخت داشته باشیم. اینجاست که دیگه یه نوع تفاهمی باید وجود داشته باشه. این به این معنا نیست که مرد بشه چی؟ مثلا دیکتاتور، هر چه دلش میخواد بگه و هر کاری دلش میخواد بکنه. اما در این محیط به هر حال برای رفتن این واگن به جلو نیاز هست که یک نوع نظمی باشه، مدیریتی باید بشه. و جالب اینجاست که این خیلی مهم هست تا به اصطلاح وقتی که زن احساس کنه که یه بالا سری داره. همیشه هم طبیعت زن اینطوری هست که میخواد یک کسی باشه که به اون تکیه بده. زن میخواد که یک پشتوانه قوی داشته باشه. مثلا یه بنده خدایی از زندگی خودش نوشته بود، خیلی جالب بود که خیلی آدم نرمی بود. هر چه زنش میگفت این به اصطلاح به قول خود ما زنجلیل بود. یه روز دیگه زنه از حد گذشت. این هر چه به اصطلاح صبر تو چنده داشت و خرج کرد آخر نتونست. تا دیگه ترکید آخر یه سیلی زد به زنش. زنه به گریه افتاد. بعد پشیمون شد که من چرا همچین کاری کردم. شوهر بعد زنه اومده بود میگه منو میبوسید و میگفت که من تازه بعد از 3 سال ازدواج تازه احساس میکنم شوهر دارم. تا امروز تو به من این احساس رو ندادی که من یه پشتوانه دارم، یه کسی دارم که منو زیر نظر داره، یه کسی دارم که منو به اصطلاح بالا سر من هست، یه کسی دارم که چتر من هست. من احساس میکردم که از یه خانواده ای، از یه محیطی اومدم که اونجا پدر داشتم، اونجا مادر داشتم، اونجا یه بالا سر داشتم. اومدم تو صحرا گیر یه انسانی افتاده من باید حملش کنم. الان تازه دارم احساس میکنم که تو وجود داری در زندگی من. این خیلی مهم است. نمیگم که به اصطلاح شوهرها امروز شروع کنن خانماشون رو یک سیلی بزنن، اما همینی که شوهر احیانا به خانمش میگه این کار نباید بشه، این کار اینطوری باید بشه، این شما نمیدونید که چقدر خانم احساس لذت میکنه. همه خانم‌ها این طبیعت یه خانم هست. اما یه وقتی هست که این شوهر نمیدونه چی رو بگه. یعنی شنیده که یخ میخورن، نمیدونه چه وقت میخورن. حالا دیگه شروع میکنن از امشب بعضی از شوهرها که این کار بشه این کار نشه دیکتاتور بازی. نه، همینی که احساس بدی به خانم که احساس آرامش کنه، احساس امنیت بکنه، احساس بکنه که یک نفر هست و میتونه که از من حمایت بکنه در سختی ها. آفرین. این خیلی مهم است. زن نیاز به این داره که احساس بکنه. چرا این دختر تو پیش پدر و مادرش راحت بود؟ چون که برادر بزرگ داشت، پدر داشت، مادر داشت، چون از بچگی این حمایت رو ثابت کردن و توانستن و تا الانم که به این سن رسیده نشون دادن که ما میتونیم ازت حمایت. حامیایی داشت، کسایی داشت که ازش حمایت میکردن. حالا پدر، مادر، خانواده، قبیله، نمیدونم عمو، عمه، نمیدونم فلان، بزرگترا. سایه بالا سر داشت. الان وقتی که دختر اومد خونه فلان، الان همه اون بالاسری ها کنار رفت. الان اینجا خودش تنها میبینه. خودش تنهاست. عمو الان دیگه عمو نیست. عموی دیروزی نیست. نه دیگه. چون که الان این کسی دیگه هست که اینجا پس بیاد عمو حرفی بزنه، شوهر میگه به تو چه؟ خب حتی پدر و مادر، اون پدر مادر دیروز نیستن. تاثیر رو دیگه ندارن. پدر و مادر اومدن گذاشتن بیرون، یه چتر دیگه دادن دستت. الان این چتر اگر به اصطلاح اون حمایت وظیفه‌شو انجام نداد،
دیگه مشکله. خب اطاعت و حق فرمانبرداری رو گفتیم. یه موردی که به اصطلاح برای شوهر خیلی مهمه اینه که ناموس و حیای شوهر رو، چرا که الان زن اون فرد دیروزی نیست، الان شما شدی غیرت، ناموس این فرد. هر نوع واکنش و هر تصرفی از شما اونو زیر سوال میبره. الان دیگه نمیگن که مریم خانم فلان مشکل رو داره، میگن آقا زن فلانی رو دیدی؟ زن فلانی که این کار میکنه، الان دیگه شخصیت اون فرد، نمیدونم ناموسش، آبرو، حیثیتش همین زنه. دیگه من خود من نوعی دیروز نیستم، من یک نفر دیگه بستم که من نماینده اونم، اصطلاحاً گویی که سخنگوی اونم، هر چی من انجام میدم اسم اون میاد قبل از اینکه اسم من بیاد اصلا. بله. و اونم زحمت میکشه، مال و ثروتی که من تو این رفاهی که برای من ایجاد کنه هر چقدر هم باشه این مال اونه، اینو برای زندگی من مهیا کرده. الان من تو مال و ثروتش هم طوری تصرف کنم که اون دیگه نگه که من دارم زحمت‌های اون رو هدر میدم. این و در کنار این اون بسیار تکامل عاطفی، اون نیازهای عاطفی که این زن باید اون فرشته‌ای که اون شوهر به اصطلاح در تصورش هست اون رو براش مهیا کن، خودش رو زینت بده برای شوهرش، با شوهرش حرفای عاشقانه بزنه، حرفای خوب بزنه که اون رو جذبش کنه، اون رو خوشحالش کنه، احساساتش تحریک کنه، عاطفه‌اش رو اشباع کنه. نه اینکه همیشه بناله، از بیماری‌های خودش بناله، از نمیدونم بچه‌ها این فلان رو سرم آوردن، فلان آوردن، یا همسایه‌ها فلان، تا به اصطلاح شوهر میاد یک رادیو غرغرغر ها به اصطلاح گوشاشو به اصطلاح اذیت کنه. نه اینطور باشه که پستی که فرار کنه از خونه بره چه رفیقاشو بره نمیدونم با دوستاش بگرده و از یعنی نتونه در خونه احساس آرامش بکنه. این مواردی است که به اصطلاح یک دختر باید اونا رو مد نظر داشته باشه. حالا آقا پسر یا حالا شوهرم نیاز هست که اون شخصیت زن رو احترامش رو باید قائل بشه. این عهد و ازدواجی که بود بر مبنای مثلا یک مهریه‌ای بود، اون مهریه رو تقدس بده، حتما اداش کنه، بر حسب توانی که داره به این خانه و به خانواده‌اش برسه، از نظر اقتصادی و همچنین از نظر عاطفی. همونطور که به اصطلاح خانم به شوهرش وابسته است و نیازمند هست، همونطور هم شوهر به خانمش باید برسه و به اصطلاح بهش خدمت کنه. همه این موارد وقتی که به اصطلاح در کنار هم باشن و یکدیگر رو احساس کنند و یکدیگر رو بفهمند، اگر در خانواده هم مشکلی هست اون مشکل رو بتونن با هم حل کنن. به طور مثال زن مشکل داره، مشکلش اینه که مثلا باردار نمیشه. خب اینجا نیاز هست که این زن بدونه که این شوهرش که به اصطلاح ازدواج کردی که از اهدافش این بوده که بچه دار بشه. من این هدف رو براش برآورده نتونستم بکنم، چیکار کنم؟ باید همین زن این جرأت رو داشته باشه که حق شوهرش رو ادا کنه، دنبال یک همسر خوبی براش باشه که بتونه در کنار اون یک زندگی جدیدی رو به اصطلاح آغاز کنه. نتیجه این چه خواهد شد؟ البته شوهر هم باید در فکر این باشه. اگر بعضی شوهرها ببینید وقتی که تصور اشتباه باشه، بعضی از شوهرها میگن که من با همین خانمم رو دوست دارم، باش میسازم. اگر چنین کرد در واقع به خانمش ظلم کرده. چه ظلمی؟ اولا اینی که از نظر پژوهش‌های علمی همه آقایونی که ازدواج دوم کردن و همسرای اولشون باردار نبودن 75% از همسرای اول صاحب بچه شدن. غیرتشون به جوش میاد. خب یعنی الان که شما ازدواج نمی کنی، شما 75% فرصتی که برای بچه دار شدن خانم اولت هست، این 75% رو داری ازش سلب می کنی. با این
غرور بیجات. خب داری بهش ظلم می‌کنی. دکتر حتی خانمی که حالا همسر اولی که بچه دار میشه حاضره که 100% از حقش خودش رو بگذاره، اما هوو نیاد داخل خونه، کسی دیگه نیاد. به هر حال شما دارید بهش اولا خودش همسر داره بهش شوهرش ظلم میکنه و این هم داره به اون ظلم میکنه. شما فکر نکنید این حرفایی که مردم میزنن اینو خیلی هاشون هم حقیقت نداره. حالا شما ببینید همین خانومی که به اصطلاح بچه دار نیست، الان بیایید ما یک لحظه خودمون رو جای این بذاریم. ببینید این خانم ها خیلی زود پیر میشن، خیلی زود دچار انواع و اقسام بیماری های روحی روانی میشن. جامعه داره اینو میگه، حقیقت داره اینو میگه. سببش چیه؟ سببش اینه که این خانومه احساس میکنه که به اصطلاح به شوهرش ظلم کرده. احساس میکنه همیشه وقتی که مثلا شوهرش از اسم یه خانواده دیگه رو ذکر میکنه، اسم بچه‌ای رو میبره، فلان یه بچه‌ای رو نگاه میکنه، فوراً این تو خودش میشکنه که این نیاز داشت، من با خودخواهی خودم نگذاشتم. خب همیشه وقتی خونه ی کسی دیگه میرن، بریم خونه فلانی، این فوراً تو ذهنش میاد این میخواد بره اونجا بچهای اون رو ببینه و به اصطلاح احساس، همیشه فکر میکنه که در یک بحران زندگی میکنه. و همچنین شوهری که همچنین حالتی داره، خب کمک کرده که این زن در این بحران باشه. اومد ازدواج کرد برای رسیدن مثلا برای بچه دار شدن. اولا چی کار کرد؟ اولا 75% فرصت داد به خانمش. این محبت نیست؟ ثانیاً اون رو از این بحران بیرون آورد. الان خیالش راحت شد. شوهرم به اون هدفی که میخواست یک جزئی از هدف ازدواج رو از جای دیگه داره برآورد میکنه. و شوهر من هم هست. محبت همون محبت، عاطفه همون عاطفه، خوبی همون خوبی. تنها من کمک کردم که شوهرم یک جزء ناقصی که درش هست، در شخصیتش به اصطلاح بود، این رو تکامل بده، پدر بشه واسه خودش. خب در الان این محیط کلاً یه محیط سالمتری میشه از اون وضعی که به اصطلاح ما به دروغ میگفتیم که من چون طرف جرأت اقدام نداشت یا نمیدونم میترسید یا فلان، یا خانم از اینی که مردم چه خواهند گفت میترسید، خودشون رو در یه بحران گذاشتن. و این موارد بیشتر چه وقت ظاهر میشه؟ وقتی که یه مقداری از عمرشون بگذره. اونجاست که میبینیم همه این دروغا رو میاد. اونجاست که دیگه کم کم میبینیم این خانواده ها از هم سرد میشن. 10 سال که گذشت شوهر همش احساس میکنه، حالا خودش جرئت نداشت اما احساس میکنه که این سد راه من بود، این بود که جوونی منو ضایع کرد، این بود که چیکار کرد. و میبینیم که بینشون فاصله ایجاد میشه و به هر حال این تجربات دیگران رو باید ازش درس بگیریم. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید بحث همینجا نگه داریم. بحث خانواده خوشبخت و خوشبختی رو به چند تا از سوال‌های بینندگان پاسخ بدیم. بیننده فرمودن که سلام خدمت شما و علیکم السلام، ببخشید عاشق شدن گناه؟ مختصر و مفید. عاشق شدن گناه نیست که عبادت است. به هر کسی؟ حالا کی عاشق میشه؟ من میرم تو خیابونی که رو میبینم من چشم ابروش خوشم میاد عاشق میشم. ما قبلا گفتیم که این عشق نیست، این سراب دیدنه، این یک نوع گول زدن خوده. من در درون خودم احساس میکنم من نوعی که این شخص رو که دیدم نسبت به اون علاقه دارم، محبت دارم، قلب من با ذکر نام اون بیشتر میتپه، بعد بیادشم به فکرشم. خب عشق دیگه شو خودم که نداره دیگه، بیشتر از این یعنی چی؟ خب اون کسی که یه دود نمیدونم تریاک زد بالا، رفت توی هوای دیگه، فکر کرد پهلوونه، حالا پهلوون شد. خب این حالت غیر طبیعی است. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی این احساس طبیعی نیست؟ این احساس طبیعی نیست، این سرابه. من یه جایی سراب دیدم، تشنه‌ام. چیش سراب؟ بابا تشنه، وقتی که من تشنه باشم، این جوونی که تشنه است نیاز به اصطلاح اکمال خودش دارد، به تعبیر قرآنی لخت هست، میخواد یه لباسی رو تنش کنه. الان هر گونی پاره‌ای تو خیابونم ببینه این براش خیلیه
کفش کهنه در بیابان هم نعمته. همین کفش کهنه رو دید فکر میکنه دیگه گنجی رو پیدا کرد. خب اما حقیقت اینطور نیست. چرا؟ چون که عشق مرحله است بعد از شناخت. من طرف رو شناختم به چه معنا؟ به این معنا که باش زندگی کردم. خب اینی که من یهو دیدمش، خب عشقش افتاد، بابا این عشق نیست، این سراب دیدنه. وقتی که شما عشق همیشه بعد از ازدواج میاد. شما روی این مسئله خیلی تاکید میکنید بارها تو برنامه که عشق بعد از ازدواج میاد. یعنی هر رابطه قبل از ازدواج که اسمش رو عشق بگذاریم شما قبول ندارید که این عشقه؟ نه اینکه من قبول ندارم، واقع جامعه این رو قبول نداره. حالا همین چند درصدن از افرادی که قبل از ازدواج با هم رابطه داشتن، رابطهشون به یک مرحله حساس رسید، بعد از اون رابطهشون قطع شد؟ هستن. خیلی هن. این اصله. نادر اتفاق میفته که دو طرف با هم رابطه پیدا کنن، بعد بیان به اصطلاح حتی آمیزش داشته باشن، بعد ازدواج کنن. تا به اصطلاح طرف فهمید که دختره باردار شده، اصلا میزنه انگار که من اینو دیدم یا شناختمش. بله شما نه، صدا نمیاد، تموم شد. اینی که به اصطلاح شب و روز دنبال یک صدای موبایل می بود، 4 متر به اصطلاح میخزید رو زمین که ببینه کیه، که شاید پری خانم باشه، الان پری خانم رو نمیشناسه، ندیدهش، اصلا اسمش رو نشینیده. این عشق کجا رفت؟ عشق امکان نداره به وجود بیاد مگر با شناخت. هرچی قبل از این بود سرابه. خب اگه کسی بخواد برای به دست آوردن عشق شروع بکنه به شناختن، بعد صحبت بکنه، حرف بزنه، پیام بده، حالا میخوام بشناسمش، عاشق بشه، این شناخت نیست، این گول زدنه. خب این شناخت از کجا حاصل میشه؟ شناخت وقتی که شما با هم و یک میشید، این شناخت. خب من قبل از اینکه ازدواج بکنم باید بشناسمش یا نه؟ قبل از ازدواج اون فقط همون به اصطلاح شرط و شروط کاندید است که من میخوام عاشق بشم. عاشق شدن این شرط و شروطی داره، این طرف این شرط و شروط ها رو داره، بله داره. خب بعد از ازدواج عشق یا به وجود میاد یا نمیاد. دقیقاً همونه. آقا ما این آقای روحانی شرط و شروط کاندید شدن برای نمیدونم ریاست جمهوری رو داشت، انتخابش کردیم، بعد از یه ماه نگذشت دیدیم که همه این شرط و شروط دروغ بود، طرف یه چیزی دیگه از آب در اومد. چقدر زندگیایی که به طلاق میانجازم. یعنی چی؟ یعنی این که اون به اصطلاح ویژگیایی که ما میخواستیم، اونایی که به ما داده شده بود دروغ بود، الان هم نتیجهش. اما اگر نه، این ویژگی ها بود، ما با هم رسیدیم، اینها رو تجربه کردیم، هر روز با واقعیت نزدیکتر میشیم و هرچه با واقعیت نزدیکتر میشیم، از دروغ و از پلوف زدن ها دورتر میشیم، عشقمون پر رونق‌تر میشه. انشالله. بینندگان دیگری ظاهرا فرمودن که ما 4 خواهریم، پیش مادرمون 70 سالش زندگی میکنیم، غیر از رحمت خدا و این مادر کسی رو نداریم. الحمدلله متدین و موحدم هستیم، ولی ما اصلا خواستگار نداریم و شما خواهش میکنیم که ما رو راهنمایی کنید که چه کنیم. توی خونه گنجی هست، تا این گنج خبرش به دیگران نرسه کسی دروازه خونه شما رو نمیزه. شما اولا از وجود مادرتون یه سایه بسیار خوبی دارید، قدر مادرتون رو بدونید، از دعای ایشون بیشترین استفاده رو ببرید. در ثانی سعی کنید با اون محیط بزرگ جامعه آشنا بشید. حالا با مادرتون برید رابطه اجتماعیتون رو گسترش بدید. خیشا، به خونه خیشاوندان برید، به خونه همسایا برید، آشنا پیدا کنید. از راه مادرتون این دایره رو گسترش بدید تا مردم بفهمن. خیلی از افراد نمیدونن که تو این خانواده چه خبرش، خاصتا خانواده‌ای که همچنین به اصطلاح وضعش پدر نباشه، خب برادر بزرگ نباشه، برادر نباشه که به اصطلاح رابطه اجتماعی، این که به اصطلاح نیاز هست که رابطه اجتماعی رو گسترده‌تر کنه. و در این حال از افرادی که در داخل جامعه، محترمایی که در داخل جامعه هستند، از اونها کمک بگیر. هیچ عیب نیست که مادرت بره
پیش نمیدونم یک انسان شاخصه، یک انسان وجیه، یه معلم، یه نمیدونم امام مسجدی کسی و این مسئله رو مطرح کنه که من 4 تا دختر دارم، این ویژگی ها رو دارن و دنبال داماد مناسب با این ویژگی ها هستم و انشاءالله وقتتون باز میشه. آیا شما مناسب میبینید برای خواهری که خودش پا پیش بگذاره برای اینکه معرفی بکنه خودش رو در موضوع ازدواج به دیگران؟ خیلی خوبه که خواهر خودش رو به اصطلاح کسی که میخواد باش ازدواج کنه اون رو پیداش کنه، اما خیلی زشته که خودش رو ببره تقدیم کنه. چه فرقی بین این دو تاست؟ فرقش اینه که طرف رو پیدا کردی، وقتی میری تو این گمان شماست که این طرف مناسب هست و این ظرفیت رو داره، اما وقتی رفتیم گفتی که آقای سلیمانی شوهر من میشی، الان 100 تا علامت استفهام انداختی تو ذهن آقای سلیمانی که این چرا خودش رو پیش من اومد، که چرا کسی دیگه نرفت پیشش، چه مشکل داشت، فلان فلان فلان. خب فردای زندگی همش اگر هم ازدواجی صورت گرفت تو خودت اومدی سر راه من که دنبال تو بودم. انسان اگر کم ظرفیتی بود همچین حالتی به وجود میاد. حالا چه راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما غیر مستقیم این رو به گوشش برسونید. همون کاری که خدیجه ام المؤمنین وقتی خواست با پیامبر ازدواج کنه این کارو کرد. بگردید یک نمیدونم پیرزن، یک نمیدونم عمه، عزیز، همسایه فلان که بتونه شما رو درک کنه، بهش برسونید که من راز نگهدارت باشه و بخواد کمک کنه، خیر خواهد باشه. من فلانی رو میخوام، اگر بیاد خواستگاری من هیچی ازش نمیخوام. اون بره بپرسه ببینه وضعیت چطوره. میره که به اصطلاح صفیه خانم میاد پیش آقای سلیمانی، آقای سلیمانی ماشاءالله چرا ازدواج نمی کنید؟ والله من زن دارم. خب اگر یه فرصتی دیگه هم باشه چی؟ والله من وضعم چی، همچین کسی رو شاید پیدا نشه. اگه من برات پیدا کردم چی؟ خب اونور میندازدش تو به اصطلاح تو دام. خب چطوره من یه کسی رو زیر چشم دارم واسه تو؟ کی؟ فلانی. بعد میگه این ویژگی ها رو هم داره ها. دیگه اشتهاش باز میشه. اشتهاش که باز شد میگه که خب شاید منو نخواد، بابا بذارش به عهده من باش حرف میزنم، البته شیرینی من یادت نره. میبینید مسئله که حالت بسیار نرمالی پیش رفت و الان این مسائل نفسی که احیانا شیطان روش به اصطلاح سرمایه گذاری میکنه اینا رو از زیر پای شیطان کشیدیم بیرون و اینجاست که به اصطلاح میتونیم یه زندگی موفقی رو داشته باشیم. ما رفیع جان میگه که فقط 1 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. صحبت آخری شما رو جنبندی آنچه گذشت. عزیزان ما در یک میدان هستیم و توی این میدان تنها نیستیم. خداوند متعال میفرماید ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، اونو دشمن بدونید، گمان نکنید که اون خیرخواه شماست. ما همیشه باید سعی کنیم در قضایای فردی خودمون، در فضایای اجتماعیمون، در خانواده، در همه این مورد رو مد نظر داشته باشیم که هیچ وقت اجازه ندیم که شیطان بتونه از جوی که ما داریم سوء استفاده کنه. شفافیت کامل داشته باشیم، به خصوص 2 تا خواستگار، به خصوص 2 تا زن و شوهر. هیچ وقت کاری نکنیم که یهو شیطان بیاد از این استفاده کنه، یکی از طرفین بر دیگری شک کنه، یکی از طرفین به دیگری بدبین بشه. همه وقتی که شفافیت داشته باشیم زندگیمون خیلی خیلی خوشبخت میشیم، در زندگیمون خیلی راحت میشیم. دیگه نه پیش به اصطلاح همسایه سر بزیریم، نه پیش به اصطلاح خانواده زن، نه پیش خانواده. از اولش من همین بودم، روک و پوسکنده اومدم جلو، روک و پوسکنده منو دیدید و انتخاب کردید. الان اما اگر لاف زدیم و دروغ گفتیم و نمیدونم از این حرفا، اون وقت دیگه تا آخر عمر هی سرمون باید تو هر مجلسی بزیر باشه. انشالله که بتونیم در جلسات دیگر در مورد به اصطلاح خانواده خوشبخت و رسیدن به خانواده خوشبخت بیشتر فرصت داشته باشیم که در خدمت شما باشیم. لطف کردید، ممنون از شما. همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید.
تشکر ویژه از محمد رفیع جان کارگردان برنامه و فرید عزیز و مهندسان اعلی منیر احمد و محمد جان عزیزان پشت صحنه. در پایان با آرزوی خوشبختی دائمی برای همه شما بینندگان عزیز، همه ما و شما امت اسلامی در دنیا و آخرت، همه شما خوبان رو به الله متعال می‌سپارم. الله هر رو نگهدار شما.